هیچکی حال مرد خونه رو نمیپرسه. صبح از خونه میزنه بیرون با 1000 جور فکر و استرس، شبم برمیگرده با یه دنیا خستگی، اما صداشو در نمیاره. فکر کردین مرد خونه آهنه؟ نه رفیق من، اونم دل داره، اونم خسته میشه، فقط فرقش اینه که اشکاشو قورت میده، دردشو میذاره توی دلش که دل زن و بچهش نلرزه. اما کی تا حالا دست گذاشته رو شونش و گفته دمت گرم خدا قوت؟ کی یه بار گفته میدونم چی میکشی؟ به خدا که مرد خونه فقط نون در آوردن نیست، یه ذره احترام میخواد، یه ذره درک شدن. قدرشو بدونید قبل از روزی که فقط یه عکس بمونه و بگید حیف چه مردی بود.